من که یادم نمیاد آخرین باری کی اومده بودم دربند، ولی از همون اولی که وارد میشی یه حس نوستالژیک میاد سراغت. صدای آب، صدای جمعیت، بوی زغال، اصلا یه حال و هوای خاصی داره. انگار زمان کند میشه و تمام خاطراتت میاد جلو چشمت. یکی از چیزای خوبی که همیشه توی دربند بوده انرژی خوب مردمه. همه خوشحال و ریلکس، انگار یه تعطیلات کوچیک وسط شلوغی تهرانه. توی مسیر پر از مغازه‌های کوچیک خوراکی میفروشن. از لواشک و باقالی بگیر تا نون داغ و آلوچه. آدم نمیدونه کدومو بخره. نه همین کافیه، متشکرم. نه مرسی. بعضی وقتا فقط باید وایسی و تماشا کنی. این صحنه‌ها خودشون حرف میزنن. نیازی به گفتن چیزی نیست، فقط تماشا کن و لذت ببر. اینجا خیلی فقط میان بشینن قلیون بزنن و گپ بزنن یا فقط به رودخونه نگاه کنن. یه مدل آرامش خاصی داره که فقط باید بیای حسش کنی. جذاب‌ترین بخش در من اون قسمت خوراکی‌هاشه. هنر دست بچه‌ای که نقاشیاشو آورده زده به دیوار و داره میفروشه و کسب درآمد میکنه. هوای خودش رو دارم. بارنا اومده طرف میگه غذا بخوره قلیون رایگانه. پر رستوران. همه یه دور خاطره رو توی دربند دارن. اینام که روی آبن نمیدونم چرا، ولی دربند برام همیشه یه حس خوبی داره. هر وقت بیام انگار دوباره شارژ میشم. امیدوارم از این ویدیو هم لذت برده باشین. تا ویدیو بعدی، بدرود.